سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب و درجه یک باشه. خب تو این ویدیو میخوام یه خورده درباره هوش مصنوعی صحبت کنیم با هم دیگه. ببینید الان هوش مصنوعی برای تولید محتوا، حالا پردازش‌هایی که انجام میشه، به دیتا احتیاج داره. دیتا ها هم کسایی مثل من که کارشون طراحیه این دیتا ها رو انجام میدن، آماده میکنن. حالا من خودم دیتا های 3 بعدی آماده میکنم برای AI و به قول گفتم ما اینا رو بارگذاری میکنیم. یه سری مراحل داره که حالا اون خیلی مهم نیست. تو این پروژه هم برای هوش مصنوعی یه مدل مانیتور کار کردم، آماده کردم، فرستادم و عرض به خدمتتون طرح خود مانیتور رو کانسپت نیست، طرح آماده است. ایده‌شو از یه مدل نمایشگر سامسونگ از اون برداشتم و استفادهش هم برای AI بوده. این سفارش من داشتیم انجام دادم، فرستادم. حالا من جزئیات مراحلش رو میریم با هم دیگه جلو نشونتون میدم که چجوری کار طراحیش انجام میدیم. فایل 3 بعدی آماده میکنیم. هوش مصنوعی میاد از این دیتابیسی که ما بهش میدیم استفاده میکنه برای تولید محتواهای مختلف. معمولا فایل 3 بعدی که حالا من میذارم یا طراحی مثل من میذارم توی ساخت ویدیو استفاده میشه، ساخت انیمیشن ازش استفاده میشه. کلا نرم افزار هوش مصنوعی که پای هوش مصنوعی داره استفاده میکنه. ما طراحا داریم روی این بحث کار میکنیم. خب من فایل پروژه رو باز میکنم. ببینید کاری که من انجام میدم برای طراحی، خب پوچه‌هامون کد بندی میکنم. داستان این که حالا هیچی، فایل 3 بعدی 3D خام هر محصولی، حالا چه فنیه، چه قرار ساخته بشه، چه قرار فقط تو پروژه AI استفاده بشه، هر چیزی اول من 3 بعدیشو میزنم با یه فایل 3 بعدی ازش آماده میکنم. فایل 3 بعدی کد بندی میکنم. معمولا فایلایی که برای پروژه تولیدی میزنم خب فایل‌های سنگین‌تریه، بیشتری دیتیل و جزئیات بیشتر داره، ولی فایلایی که برای AI میزنم دیتیل کمتری داره. فقط اون دیتیل ها، گرافیک های ظاهریش مهمه، اونا رو من روش تمرکز میکنم دیگه. ما کاری به ساخت نداریم چون قرار نیست ساخته بشه، ولی باید عین واقعیت باشه. وقتی که خروجی رندر گرفته میشه و فایل خروجی ها ازش آماده میشه باید به محصول واقعی ما بخوره. کلا فایل 3 بعدی که من میزنم خب با نرم افزار کاتیا من کار میکنم. کاتیا نسخه V5ش من کار میکنم. حالا برای اونایی که تخصص دارن، اونایی که نمیدونم صرفا من فقط برای تبادل اطلاعات این کار انجام میدم. حالا ویدیو آموزشی نیست کلا. فایلم من یه بار باز میکنم ببینید 3 بعدی خامشه. حالا من چه قبلا اینو طراحی کردم، فایل آماده است. من فقط مرور میکنم با هم دیگه که چجوری ما مراحلش رفتیم. حالا بعد برای ویدیوهای آینده همزمان با ضبط طراحی انجام میدم و پروژه رو با هم میریم جلو. هم پروژه شرکتی، هم پروژه شخصی. ببین یه 3 بعدی کلیه، ما اینا رو بعدن جدا کردیم مثلا دیگه، چند تا پارتش کردیم. اینا رو من جدا کردم از هم، قسمت بندیشو. بدن اصلی داریم، یه قسمت بدن اصلیه که اصلا بحث ساختش مهم نیست. حدوداً سعی میکنیم نزدیک به ساخت کار کنیم. بیشتر جزئیات بدنه مهمه، دیتیل بدنه مهمه توی این کار. مثلا این شیارایی که رو بدنه هست اینا مهمه، اینا قشنگ‌تر بیاد تمیز باشه. بعد که این کار کردیم ببینید الان مثلا این بدن اصلیه، قسمت نمایشگر رو من جدا میذاریم، یه فایل جدا ازش میگیریم. پایه رو باز من 2 قسمتش کردم. یه پایه اینجا بدنه اتصال پایه به قول گفتنی اتصال پایه به بدنه است رابطشه. اینم پایه اصلیه.
ایده هم کانسپت نیست. خب سرعت طراحی تو این کار خب بالاست، فقط مهارت تیریدی مهمه و سه بعدی کردن و رندر خروجی. یه لایه هم من اینجا گذاشتم واسه یه شکل اینجوریه. من این نرم افزار میبندم، اینا میزنم بک‌گراند قشنگ‌تر عکسش. خب ببینیم این رندر، ببین یه رندر ما پیش فرض داریم با نرم افزار کاتیا نیست، با یه نرم افزار دیگه است. رندر اصلی نمیشه گفت خب، ولی یه پیش نمایش کلی اینجا از محصول ما میگیریم کلا. اگر کار ساخت تولیدی باشه دیتیل های ساخت میگیریم، ویدیو مثلا از نحوه مونتاژ میگیریم، خیلی چیزهای زیادی اینجا میگیریم. اگر نه که فقط در حد همین 4 تا عکس خیلی هم سریع میتونیم حتی انیمیت هم ازش بگیریم. یه انیمیت ریز معلا از این کار گرفتم صرفا برای اینکه نشون بده مدلمون چه فرمی داره. ببینید یه انیمیشن کوتاه 10 ثانیه است تقریبا که فقط نشون بده که فرم تیری چجوریه. برای این تقریبا برای اینکه مثلا نشون بدیم که فایل مشکل نداره، دیتیل ها، اینه برای سه چیزا اینجوری نیاز تقریبا. فرمت اصلی هم که میگیریم آبجکت خیلی اصلی ترین فرمتی که ما برای ای آی میخوایم آبجکته که با متریال هم مدل سه-بعده با متریال جنسی که بهش دادیم در واقع هوش مصنوعی تشخیص میده که این مدلی که من زدم چه رندری داره، چه متریالی داره، چه جنسی داره و همون میاد چیکار میکنه استفاده میکنه. میان برای رندر هم با نرم افزار کیشات. نرم افزار کیشات یکی از بهترین نرم افزارهاییه که من استفاده میکنم. گفتم یه 4-5 نرم افزار ما استفاده میکنیم. این نرم افزاری که من استفاده میکنم کار را بندازه اوکیه. تو این چند سالی که تقریبا 10-15 سال من به این نتیجه رسیدم که این نرم افزار برای طراحی محصول خودرو اینا همه اوکی و کمک میکنن. ببین این فرم 3D ماست با متریال. ما تو نرم افزار کیشات متریالش تعریف کردیم، جنسش تعریف کردیم، بافت جنسش که خب جنس این کار پلاستیک فشرده، تزریق پلاستیک، مات بودن، براق بودنش رو ما تعریف میکنیم. جزئیات مثلا لوگو، حالا این لوگو چیزی که جلو برش در نظر گرفتیم لوگو به صورت LED چراغه، ولی اینجا فقط صرفا یه پرده چاپ داره رو بدنه. این جزئیات هم که میبینید همون بافت پشت بدنه، نایزر زوم میکنم، بافت پشت بدنه مانیتورمونه. مانیتور هم ابعادش واقعی ها، اینم یاد نکنید ابعاد مانیتور ما واقعی تر کنیم. بهتره مثلا حتی برای پروژه ای آی هم که میزنیم ابعادی که طراحی میکنیم واقعی باشه. برای همین این ابعاد واقعی کاملا 27 اینچه اندازه مانیتور، اندازه پایه ها، اینا همه از خود مدل اصلی من برداشتم. خب میایم نماها رو دوربین رو مشخص میکنیم. من این کار انجام میدم. بعد اینکه متریال تعریف کردم میام یه نما رو تعریف میکنم، بعد میام نور پردازی رو انجام میدم، بافت اون پلاستیک رو بتونم نشون بدم. آخه این تو ای آی خیلی مهمه، جزئیات مهمه، چون کار در سطح خب بالایی واقعا. بعد اینکه دوربین ما اوکی کردیم شروع میکنیم رندرها رو میگیریم، خروجی میگیریم از این زوایای مختلف. تنظیماتش رو از قبل انجام دادم، یه سری تنظیم اضافه هم داره اونا رو انجام میدم. خروجی کارمون بذار ببینم اینجا که اینجا این مثل خروجی کارمون توی کیشات که ما میدیم. این یه خروجیمونه که برچسب جزئیات فنیه که سایه نورپردازی کف زمین، یعنی خروجی نهایی از پروژه ما. خب امیدوارم که حال کرده باشید با این ویدیو. حتما از این سبک ویدیو زیاد میذارم. فعلا تا ویدیو بعد، بدرود.